تعجب نکنید، این یکی از بهترین تمرینات صداسازی و گرم کردن صدا هست. اسم این تمرین هست لیپ رول یا بازی بچگی هامون به نام صدای موتورگازی. ورزشکاران هم قبل از اینکه فعالیت خودشون رو شروع کنن بدنشون رو گرم میکنن. ما هم وقتی که توی یک جمعی قرار باشه صحبت کنیم، سخنرانی کنیم، باید ماهیچه های فک و صورتمون رو گرم کنیم که توپق‌های کلامیمون کمتر بشه و کلمات واضح ادا بشه. اگر صدامون رو گرم نکنیم صدامون میگیره، گلومون دچار سوزش میشه. پس همین تمرین رو با اعضای خانواده، به خصوص کوچولوهای خانواده انجام بدید. ابتدا یک نفس عمیق بگیرید، بعد این تمرین رو انجام بدید. وقتی این تمرین رو انجام دادید زیر همین پست برامون بنویسید انجام شد.